اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت تاجیکستان خبر داد که از 27 تا 29 اکتبر سال 2021 امتحان قبول به زینه ماجستراتور مکتب دولتداری امامعلی رحمان و تحصیلات یک ساله اکادمی از حساب خدمتیان دولتی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت و شهر و نواحی ولایت در شهر خوجند دایر گردید. در عموم به مکتب دولتداری امامعلی رحمان وزینه یک ساله 55 داوطلب حجت سپرده دانش و ملکه کسبی آنها طریق انشا، تست و صحبت بهاگذاری شده است. برخی با شوخی در شرح این خبر نوشتند که در تاجیکستان اکنون اختصاص نو پیدا شد، امامعلی رحمان شناسی، ولی در خبر رسمی اکادمی آمده است که تحصیل یک ساله بوده. قبول داوطلبان برای سالهای تحصیل 2021-2022 برای خدمتیان دولتی به زینه ماجستراتور مکتب دولتداری امامعلی رحمان از روی اختصاصهای اداره مقامات محلی، اداره دولتی، سیاست بیرونه و دیپلماتیا و منیجمنت سیاسی برآورده شده است. قبول اولین داوطلبان به ماجستراتور مکتب دولتداری امامعلی رحمان را خیلی جدی گرفتند و به این دلیل در هفته امتحان قبول خود رکتور اکادمی پروفسور غفورزاده عبدالخلیل با دو نایبش، مشاور یاردمچی پرزیدنت مهری عالمشاه، معاون مدیر اگنت خدمتی دولتی بیبیوسیا ایوبی و حتی معاون یکم رئیس ولایت سوخت خالایدر اشتراک کردند. اکادمی خبر داد که هدف از تشکیل ماجستراتور مکتب دولتداری امامعلی رحمان آموزش مکتب اداره‌کنی امامعلی رحمان و نقش آن در رشد ساحه‌های استراتژی نظام اجتماعی جامعه بوده. دقت اساسی به کارنمایی‌های امامعلی رحمان در رشد دولتداری ملی و حل مسائل استراتژی نظام اجتماعی داده می شود. گفته می شود در اطلاعیه رسمی نشر شده در سامانه اکادمی اداره‌کنی دولتی به ماجستراتور مکتب دولتداری امامعلی رحمان خدمتیان دولتی که سابقه نکم 2 سال کار داشته داننده زبان‌های خارجی روسی و انگلیسی می باشند. طریق امتحان پذیرفته می شوند. تحصیل 1 سال دوام می کند. تحصیل در ماجستراتور مکتب دولتداری امامعلی رحمان در سمت بالاروی منصب خدمتیان دولتی مساعدت خواهد کرد. تاکید شده است در اطلاعیه اکادمی. نظرها درباره تأسیس چنین ماجستراتور در جامعه یکسان نیست. طرفداران امامعلی رحمان به تفسیر و پیشرفت‌های تاجیکستان در دوران رهبری او میگویند امامعلی رحمان سیاستمدار صاحب مکتب شده است و شایسته است که سبک رهبری او به دیگر داوطلبان مقام‌های بلند دولتی تعلیم داده شود، ولی منتقدان این را باز یک نمونه دیگر شخص پرستی میشمارند و میگویند با وجود 29 سال رهبری امامعلی رحمان تاجیکستان یکی از فقیرترین کشورهای شوروی سابق باقی مانده است که مردمش را با جای کار و حتی با نیروی برق تامین کردن نمیتواند. بنیاد یک رژیم خودکامه آلوده به فساد و خیش و تباربازی یک مایه دیگر انتقادها از 29 سال ریاست امامعلی رحمان است. پرزیدنت کنونی تاجیکستان امامعلی رحمان 69 سال داشته از سال 1992 به این جمهوری رهبری میکند.